از مشاجره‌های روزانه تا ترس از جدایی، راه بیرون رفت چیست؟ همراهان گرامی سلام. امیدوارم در خوبی و شادی زندگی را سپری کنید. در این برنامه آرامش به سوال یک از همراهان کانال روانشناسی می پردازیم. ایشان از من خواسته که به او کمک کنم. از حرفهای ایشان برمی آید که مدت هاست زیر فشار عاطفی زیادی بوده، درگیری های مداوم با همسر، احساس نادیده گرفته شدن از طرف فرزندان و خشم و رنجی که در دلش جمع شده می تواند بسیار سنگین باشد. اما من سعی می کنم جوابهای مناسبی برای موضوع ایشان از طریق کارشناس برنامه پیدا کنم. پیام ایشان را به اجازه خودش در این ویدیو نشر می کنم. لطفاً کانال روانشناسی را با سابسکرایب و لایک همراهی کنید تا آگاهی و آرامش را گسترش دهیم و همچنان نظرات ارزشمندتان را با ما شریک سازید. روانشناسی برای آرامش ذهن و احساس زندگی سالم. اینجا روانشناسی فردی، روابط خانوادگی، رشد و خودشناسی، سلامت ذهن و زندگی ارائه می گردد. روان سالم، خانواده سالم و زندگی سالم. هر ذهن یک داستان دارد و هر احساس صدای برای شنیده شدن. روانشناسی راهی برای شنیدن و شناخت آرامش درون. از خانم کارشناس در این مورد میپرسم. خانم تابنده، یکی از همراهان کانال روانشناسی به من پیام داده. ایشان نوشته است: لطفاً به من کمک کنید. همه روزه با همسرم در مورد خیلی از چیزها با هم درگیر می شویم و بگو مگو می کنیم. من زود عصبانی می شوم ولی او با خونسردی جوابهای کوبنده به من می دهد. این مرا خیلی ناراحت می کند. تا سرحد جدایی در دلم از او بیزار می شوم. نمی دانم با کی مشورت کنم، با کی درد دل بکنم و یک راه حل درست به من نشان دهید. وقتی خانمم آنگونه مرا مات می کند، بعد خود را با من قهر می گیرد و طوری رفتار می کند که او مورد ظلم قرار گرفته است و در نزد فرزندان نیز خود را چنان جلوه می دهد و آنان فکر می کنند که مادرشان مورد ظلم قرار گرفته است. آنها از مادرشان حمایت می کنند، همه چیز را با مادرشان مشورت می کنند، با من هیچ وقت حتی بیرون رفتنشان را از من اجازه نمی خواهند. من واقعا از فرزندانم ناامید می شوم و فکر می کنم در آینده از من انتقام می گیرند و اگر چنین شود حالا باید راهم را از آنها جدا بکنم. شما در این مورد چی نظر و پیشنهاد دارید؟ بسیار خوب. اگر نظر مرا می خواهید راجع به موضوع ایشان، من 2 نظر دارم. 1. رابطه شما با همسرتان. 2. رابطه شما با فرزندانتان. گاهی وقتی رابطه زن و شوهر پرتنش می شود، پدر یا مادر احساس می کند فرزندان طرف یکی را گرفتند. اما در بسیاری از موارد فرزندان در حال انتقام گرفتن نیستند. آنها فقط به کسی نزدیکتر می شوند که در آن لحظه آرامتر یا در دسترس تر به نظر می رسد. تجربه و دانش من این را یک الگوی شناخته شده می داند. به این دلیل وقتی یک نفر با خشم واکنش نشان می دهد و نفر دیگر با طعنه، کنایه یا پاسخهای تند اما آرام جواب می دهد. وقتی خشم شما بالا می رود، احتمالاً همسرتان احساس ناامنی یا فشار می کند. و وقتی او جوابهای کوبنده می دهد، ایشان احساس تحقیر یا بی‌ارزشی می کند. در نتیجه هر دو زخمی می شوند. در مورد فرزندانشان از جمله‌ای که نوشته است خیلی توجه کردم. اگر چنین شود، حالا باید راهم را از آنها جدا بکنم؟ پیشنهاد می کنم فعلا هیچ تصمیمی برای فاصله گرفتن از فرزندان نگیرید.
اگر اکنون از روی ناراحتی و ناامیدی فاصله بگیرید، ممکن است شکافی ایجاد شود که بعداً پر کردنش بسیار سخت باشد. به جای این کار، از خودتان بپرسید: آخرین بار چه زمانی بدون انتقاد، نصیحت یا گله با فرزندانم صحبت کردم؟ آخرین بار چه زمانی بود فقط به حرفشان گوش دادم؟ آیا آنها از عصبانیت‌های من می‌ترسند یا نگران واکنش من هستند؟ ممکن است پاسخها خوشایند نباشند، اما می‌توانند راه را روشن کنند. برای مدتی یک آزمایش انجام دهید. هنگام بحث با همسرتان، به محض اینکه احساس کردید صدایتان در حال بالا رفتن است، گفتگو را متوقف کنید. به جای تو همیشه یا تو هیچ وقت بگویید: من از این موضوع ناراحت شدم، یا من احساس می‌کنم حرفم شنیده نمی‌شود. فرزندان را وارد اختلاف‌های زناشویی نکنید و از آنها نخواهید قضاوت کنند که حق با چه کسی است. همچنین از شما یک سوال مهم دارم. وقتی میگویید همسرتان جوابهای کوبنده میدهد، آیا می توانید یک نمونه واقعی از گفتگوی اخیرتان را بنویسید؟ مثلا شما چه گفتید و او دقیقاً چه پاسخی داد؟ اگر یک نمونه واقعی را بنویسید، می توانم دقیق‌تر بررسی کنم که چه چیزی باعث شعله‌ور شدن بحث می شود و چه راه‌های عملی برای تغییر آن وجود دارد. گاهی یک گفتگوی چند جمله‌ای بیشتر از 10 توصیه کلی مشکل را روشن می‌کند. نکته آخر: اینکه اکنون از فرزندانتان ناامید شده اید، لزوماً به این معنا نیست که آینده رابطه شما با آنها خراب شده است. رابطه پدر و فرزند می‌تواند حتی بعد از سالها تنش نیز ترمیم شود، به شرطی که یکی از طرفین قدمی برای تغییر الگوهای قدیمی بردارد. شما همین حالا با درخواست کمک اولین قدم را برداشتید. خانم تابنده گرامی، از شما سپاسگزارم. حالا از جناب حامد که نام مستعار است میپرسم اگر نظرات و پیشنهاد خانم تابنده را پسندیدی لطفاً جوابتان را برای من در همان ایمیل قبلی بنویسید. از توجه و همراهیتان سپاسگزارم.